بله سلام علیکم. سلام علیکم برادر. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آقا محمد بزرگوار بفرمایید. به سال حد ندای حق زند، رافضی از بیخ و بن فریاد زند. این وصال آخر ما را رسوا کند، جگر ما را ز خون دریا کند. دانی چرا رافضی بی جهت فریاد زند؟ چون وصال فریاد حق را میزند. الله اکبر. از خدا قرآن محمد دم میزند. ای وصالم ای وصالم ای وصال، هر که باشد بر وصالم بد گمان، لعنت الله بر او در هر زمان. خسته نباشید آقای برادر انصاری عزیزم. سلامت باشید. سلامت باشید برادر انصاری، بفرمایید. اگر چیزی نگفتن باید تعجب کنی. اگر چیزی یک زمانی نگفتن باید تعجب کنی، چون اگه اینا واقعیت راجع به حضرت عمر رضی الله میدونن، خب اگر اینا نگن که نون نمیتونن بخورن، که از این راه دارن نون میخورن. درست. حقو میدونن ولی اگه بخوام نگن که. درست. آقای برادر انصاری، میتونم بعد از برنامه با شما صحبت کنم؟ چرا نه؟ چند کلمه؟ چرا نه؟ من بعد از برنامه خدمت خدا شما رو حفظ کنه. خدا ایشالله همه برادران تشیع ما رو بیدار کنه. آمین. از خواب و غفلت. قربون الله هم برم. لا اله الا الله محمد رسول الله. الله اکبر. خداوند انشالله نگهدار همین شما باشه. زنده باشید، سلامت باشید. الله متعال حفظ کنه. قربون شما برم. مزاحم بیشتر از این مزاحم وقت شما عزیزم نمیشم. تشکر از شما. قربون شما. خدا نگهدار. روی ماهتونم میبوسم. سلامت باشید. الله متعال حفظ کنه. تشکر از شما. خدا نگهدار. خدا نگهدار.